من از کامشون 48 ساله ایران هم تحصیل کردم، هم مهندسی خوندم، هم انجینری خوندم، هم درسی که دوده. واقعا هم از طرف امارات واقعا من تشکر میکنم. سرمایه‌دارا را، سرمایه‌گذارا را همیشه حمایت کرده. به میلیاردها دلار داره سرمایه گذاری میکنیم. سرمایه گذاری هم کردیم. من از شما خواهش میکنم دوستان عزیز، بیاین سرمایه گذاری کنین، دست به هم بدیم، کشور خودمون رو آباد کنیم. سلام و صد سلام هموطنای عزیز، خسته نباشین، وقتتان بخیر. با امید از که جور و صحتمند باشین. خداوند را هزار بار شکر که بازم فرصت داد بنده در خدمت شما خوبان باشم. هموطنای عزیز، سباون سحر هستم، شما بیننده تلویزیون واک هستین. چی فکر خواهد کردین ما امروز در کجا هستم؟ بیننده‌های عزیز، امروز در یکی از بزرگترین شرکت تولیداتی و ساختمانی چوب گرانول آمدیم. شما حرف خواهد زدین که چوب گرانول در کدام وقت به کار می آید، در کدام جای به کار می آید و در کدام جای استفاده میشه. یکی چوب گرانول در کدام بخش استفاده میشه، در چی جای استفاده میشه، انشالله در برنامه امروزی ما همراهتان شریک میسازیم. قسمی که در دکور شما میبینین این همه دکور هموطنای عزیز از این شرکت تولیداتی و ساختمانی چوب گرانول است. و بک‌گراند ما را که شما مشاهده میکنین، دکوری که شما مشاهده میکنین، همچنان ما در داخل شرکت تولیدی و ساختمانی چوب گرانول هستیم هموطنای عزیز. یکی چوب گرانول یعنی چی؟ چوب از کجا میآید؟ چی نوع چوب است؟ و بازم براتون تکرار میکنم در کدام جای استفاده میشه. حتما از تصویر مشاهده میکنین هموطنان عزیز، از تصویر هم براتون معلوم میشه که چوب گرانول در بخش‌های مختلف دکور ساختمان استفاده میشود. ما میخوایم امروز در برنامه مسئول همین شرکت تولیداتی و ساختمانی همراه ما باشه، بپرسیم از پیشون که چقدر سرمایه گذاری در کشور کرده، انگیزهشون چی بود، آغاز از فعالیتشون چقدر وقت میشه، در افغانستان کار بار زیاد چطور است، مشتری داره یا نداره. شما یک چند تصاویر زیبا را بیننده باشین. ما انشالله برنامه خود آغاز میکنیم و در برنامه امروزی ما مسئول همین شرکت همراه ماست. بیننده برنامه ما باشین. بیننده عزیز، تشکر از همتان که بیننده برنامه خودتان هستین. قسمی که در آغاز برنامه براتان یادآور شدم، میخوایم همراه مسئول زمین شرکت تولیداتی صحبت داشته باشیم، معلومات مختصر همراه شما شریک بسازیم. خوشبختانه مسئولش همراه ماست. ما صحبتای خود آغاز میکنم. سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. سلامت بشین، خیلی خیلی خوش آمدین، همیشه موفق و پیروز بشین. من از سلامت بشین، باعث افتخار ما دوستان مثل شماها باید بیاد بابت تبلیغات، بابت سیستم، بابت کارهای ما بتونه راهبری کنه. بخیر باشین، سلامت بشین. یه دنیا تشکر قربانتان. از شما همچنان جهان سپاس، خیلی ممنونتان. میشه اسمتان به هموطنای ما یادآور شوین؟ سلامت بشین. من اسمم به نام وزیر ترکمنه. از کام به شما یه موقع من اولا عذرخواهی میکنم از مردم شریف افغانستان، یه موقع نگن ایشون رفتن تو کشور ایران، از کام بشه به زبان پارسی، به زبان دری شد یادش رفته بشه. من از کام بشن 48 ساله
ایران هم تحصیل کردم، هم مهندسی خوندم، هم انجینری خوندم، هم درسی که دوده اونجا بوده و شرکت داره فابریکه بزرگی بودیم ما در خدمت شما هستیم. الانم اومدیم تو کشور افغانستان الحمدلله، هم از لحاظ صنعت، هم از لحاظ اعتباری، هم از لحاظ توریستی، هم از لحاظ جهانگردی و از لحاظ سرمایه گذاری خیلی عالی، خیلی مناسب است. من هستم در خدمت شما. قربانتان، بخیر سلامت باشین. لهجه تان مکمل به لهجه کشور همسایه ایران سر میزنه. حتما وقت زیادی در اوج مانده. بله. من از کامشون تو کشور افغانستان بزرگ شدم و از کامشون 1 ساله بودم از کشور افغانستان رفته بودم. اصلیتاً بچه پلخموریه. از کامشون دوروبره 49 ساله ما ساکن ایران هستیم به نام منطقه کرج. بابامون هم یکی از این سرمایه‌دار با اقتصاددان افغانستان بوده. تونستیم بغلی اینا ما هم تونستیم شرکت دار با کارخونه دار با پروژه‌های مختلف انشالله دیگه با کمک همدیگه به جایی که رسیدیم به این سیستم بالاتر از سیستم خوب هستش. ما در خدمت شما. قربانتان، بخیر سلامت باشین. هموطنای عزیز، شما حرف خواهد زدن که شاید هموطن ما را که همراه ما در امروز برنامه است یا مسئول زمین شرکت تولیدی است از ایران نیستن. هموطنای عزیز چون گفتن که از افغانستان هستم، بچه افغانستان هستم، از ولایت پلخمری است، ولی 49 سال عمر، 1 سال کم 50 سال اینها در ایران سپری کرده. واقعیت برای ما قابل قدر است، قابل تشویق هستند. این گونه شخصیت های ما در کشور داریم، در خاک داریم که حداقل بعد از 50 سال اینها میاد در کشور سرمایه گذاری میکنه، به خاطر وطن خدمت میکنه، کار میکنه. ما که هر چقدر ازشان صفت کنم، توصیف کنم کم است. بینندای عزیز، بعد از چند سال به افغانستان برگشتین؟ والا ما تو افغانستان عرض کنم بهشون بعد از بهتون بگم 47 سال یا 45 سال برگشتیم تو کشور افغانستان. الحمدلله خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی مناسب، خیلی تونستیم. ما تو کشوری مثل آلمان، مثل هند، مثل ازبکستان دعوتنامه داشتیم، دعوتنامه هم داریم، اقامت هم داریم. دوست داشتم برای اون کشور سرمایه گذاری کنیم، نتونستیم، اون کشور رو نخواستیم. ما اومدیم بهترین کشور خودمون رو انتخاب کردیم. به کشور خودمون هم ارزش قائل هستیم، هم احترام قائل هستیم، هم به ملت افغانستان بتونیم این خدماتی که برای افغانستان می‌خوایم این سیستم رو جمع بکنیم با کارهای بهتر، با کارهای عالی می‌خوایم به مردم افغانستان خدمت کنیم. خیلی خوب، قربانتان، بخیر سلامت باشین. خدمتتان برای ما قابل قدر است، قابل توصیف هستین. هر چقدر از شما ما توصیف کنیم کم است. بیاین از انگیزه تان یادآور شوین. چی انگیزه برتان افتاد که باید در کشور بیاین و در کشور سرمایه گذاری بکنین؟ درسته. ما الحمدلله دوستانی که تو ایران که می اومدن، تاجرای افغانستانی ما می اومدن تو ایران، خیلی مناسب، شرایط خیلی خوب بود. ازشون اطلاعات فنی پرسیدیم، از لحاظ امنیت پرسیدیم، از لحاظ جغرافیایی پرسیدیم، از لحاظ به اصطلاح سرمایه‌داری پرسیدیم. ما عرض کنم به شما با اجازهتون پارسال ما یه سفری کاری داشتیم، دیدیم بله کشور واقعا کشور خیلی خوبه، خیلی عالیه. روز به روز هم داره به صنعت، به از کامشون به مدرن، به کارهای علاقه‌مندی، به ساخت‌وساز داری. مردم چی بهتره، مردم تو این کشور باید بیایم سرمایه گذاری کنیم. هم بهتری، هم کشور خودمونه، هم آبادانی به کشور خودمون، هم صنعت نوآوری آوردیم. یه صنعت نوآوری آوردیم مخصوصا برای ساختمان‌سازا، اونایی که مدرن دوست دارن، اونایی که مدرن دوست دارن، اونایی که کلاسیک دوست دارن. این صنعت رو آوردیم تو کشور افغانستان. الحمدلله کشور افغانستان هم از لحاظ امنیت، هم از لحاظ سرمایه گذاری واقعا یک کشور خیلی خوب، خیلی کشور آروم، خیلی کشور خیلی خوب. واقعا من از شما خواهش میکنم دوستان عزیز، دوستان سرمایه دار، دوستان کاسب، دوستانی که کشورهای خارج هستن، سعی کنیم بیاین تو این کشور افغانستان. واقعا هم از لحاظ امنیت، هم از لحاظ اقتصاد، هم از لحاظ امکانات دولتی، واقعا هم از طرف امارات واقعا من تشکر میکنم. سرمایه‌دارا را، سرمایه‌گذارا را همیشه حمایت کرده، هنوزم هستش حمایت میکنه. واقعا هم حمایت میکنه، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، پراهان خیلی هم بیشتر به ما داده، همه جور هم امکانات بهمون داده. هیچ مشکل بابت امکانات و بابت سرمایه گذاری ما محدودیت نداشتیم. محدودیت هم برامون خلق نکرده، محدودیتمون هم آزاده. تو ساخت و ساز سرمایه گذاری کنیم، تو تولید سرمایه گذاری کنیم، تو صنعت کشاورزی سرمایه گذاری کنیم، تو صنعت معدن سرمایه گذاری کنیم. من ببینید یه تاجر
به قول خودتون هم ملی هم اقتصادی هم همه جا با این تیپمون با این سیستممون ببینید اومدن الحمدلله همه کسی حمایتمون کردن. در اقتصاد به روی مردم افغانستان بازه، برای سرمایه گذار بازه، برای سرمایه دار بازه. ازتون خواهش میکنم بیاین برای کشور افغانستان سرمایه گذاری کنین، سرمایه داری بکنین. واقعا یک کشور خیلی خوب، آب و هوای خوب، اشتغالزایی خوب هستیم. خیلی خوب، قربانتان. بسیار زیاد تشکر از لطف و مهربانی بودنتان. ما واقعیت به افغانی بودنتان افتخار میکنم من حیث جوان کشور، من حیث جوان افغانستان، من حیث جوان زیخاک افتخار ماستین. بیاین از دکور بر ما صحبت کنین. شرکتتان ماشاءالله خیلی دکور عالی و عالی تر داره. هر چقدر در مورد دکور شرکتتان صحبت داشته باشیم چون شاید کم باشه به نظر ما. واقعیت خیلی عالی دکور کردین. از کدام نوع چوب کار گرفتین؟ چی نوع دکور است؟ در مورد دکور هم به هموطنان ما معلومات بدین. سلامت بشین. مرسی. عرض کنم به شما یه محصول ما داریم به نام محصول گرانول. یه محصول گرانول از کنم تو صنعت ساختمون سازی، تو صنعت به قول خودتون تخبام، ما به قول خودمون رفت گاردون میگیم، با استخر، سونا، جکوزی. این مواد گرانول موادی که مشاهده میفرمایید. اگه بس نزدیکتر بهتون بیه توضیح بدیم. درست است. ما ان شاء الله بیشتر میایم. شما هم بیاین، کامera شما میشه تصویر همراهتان داشته باشین. انجینر صاحب همراه ماست، چی برایتان به معرفی میگیره. بفرمایید. خواهش میکنم. گروه مهندس پیش‌سازان سابقه 40 سال خدمت ساختمون سازی، صنعت تولید، صنعت نوآوری، تو صنعت ساختمون سازی همیشه پیش قدم بود. گروه مهندسی پیش‌سازان همیشه یه صنعتی رو خلق کرده، یه صنعتی رو نوآوری کرده. تو صنعت ساختمون سازی همیشه گام خوب با گام عالی بوده. از کم محصولات گرانول یکی از این محصولات گروه مهندسی پیش‌سازان. محصولات گرانول یه محصولاتی که هستش به قول خودتون هم به قول ماها، به قول خود بچهای افغانستانی، از کم یه محصولات هست گرانول. یه محصولی که ضد آب، ضد آتش، ضد یووی، ضد حرارت، ضد خز، ضد میکروب، ضد اشعه خورشید، با ضد از کام به شما یووی، با ضد از کام حشره هست. این محصولات یه محصولات به نام گرانول. گرانول یه محصولاتی هستش از کام بشه از عرض 16 سان تا 18 سان هستش. این محصولات یه محصولات نوآوری تو صنعت ساختمون سازی، مثل نمایی ساختمون، مثل دور استخر، مثل سونا، جکوزی، با گلدان‌های باغی، با دوربره حیات، با از کام رفگاردون. ما رفگاردون میگیم، شما تخبام میگین، با آلاچیق، با آبنمایی زیبایی داره. این محصولات گرانول ما محصولاتی اگر مشاهده میفرمایین، این محصولات یه محصولاتی که هستش به این شکل چپت قلب میشه. اگه ببینین عرض 16 سان، عرض 17 سان، ارتفاع اینا هم عرض کنم به شما هر کدومشون ارتفاعشون هم 3 متره. از عرض 16 سان گرفته تا 18 سان گرفته. رنگ‌های مختلف اگه مشاهده می‌فرمایین رنگ‌های مختلف بوده، رنگ‌های مختلف. با یه محصولات دیگه داریم، اینم عرض کنم میشه 25 سانت. اینا هم عرض کنم کلیپسی نرمادگی داره، به هم دیگه سوار میشه. ارتفاع اینا هم 3 متره. یه نوآوری خوب داره. دیگه ما هستیم در خدمت شما. با سوالی دارین، چیزی دارین، ما در خدمت شما هستیم. بخیر باشین. در دکور شما رنگ‌های مختلف کار کردین. قسمی که در تصاویر هموطنان ما هم مشاهده میکنن. در مورد رنگ‌های زیاد صحبت هم داشته باشیم. رنگ سفید است، رنگ خاکستری ما برش میگیم. چند رنگ مختلف است. در کدام بخش کار میشوه که مختلف رنگ استفاده کردش حتما شاید دکورش باشه؟ بله. عرض کنم به شما اگه دوستان عزیزمون اگه به شما من توجه بفرمایید، اینا هر کدومشون یک کد داره، یه رنگ داره، رنگ‌های مختلف، رنگ‌های تنوعی کار، با زیبایی خوشگل، با تنوعی کار نمایی ساختمون، با محیط زیست، با محیط خونه، با محیط همه چیز سازگاره. بعدن این نمایی هم که می‌بینین هر کدومشون یه شکلی داره. این موندگاری رنگ اینا با کیفیت بالا تو خوردش و با همه چیزش نانو. اینا اپرکس، تیپ اپرکس، هیچ رنگش هم نمیره. این رنگ از کم میشه ضد خش، ضد میکروب، ضد حشرات که نیستش. بعدا ماندگاری رنگ خیلی هم عالی با کیفیت بالا هم هست. قربانتان بخیر باشین. بیاین در بخش تولیدات هم به هموطنان ما معلومات بدین. تولیداتتان در افغانستان است یا خارج از افغانستان تولید میکنین بس به افغانستان میارین؟ از کنم به شما به
دوستان عزیزمون انشالله به مردم افغانستان بهشون قول میدیم ما پروری زمین و امکانات زمین رو اینجا همه رو هماهنگ کردیم، ربطیم محصولات ما بتونیم از شرکت‌های پتروشیمی، از شرکت‌هایی که اینجا معدن داریم، از معدن خاک افغانستان ما برآورد کردیم، سیستم انجام دادیم. در آینده نزدیک با امید خدا ما میتونیم تا عرض 3 ماه دیگه کل دم دستگاه شرکتامون از کشور ایران دیگه میخوایم بریم داخل خود افغانستان، خودمون خودکفا بشیم، بتونیم خودمون از خاک خودمون، از نانوی خودمون بتونیم از سپرکسای خودمون بتونیم تو صنعت از به شما گرانولمون استفاده کنیم. گرانول یه محصولاتی که هستش، یه سریشون تو کشور افغانستان پیدا میشه، یه سریشون شرکت پتروشیمی تو ایرانه. ما میتونیم با اینا بیاریم میکسش کنیم، میتونیم با همدیگه درستش کنیم. یه مواد مثل از به شما مواد سنگی، مثل مواد چوب، مثل مواد دیگر هم بتونیم تو کشور افغانستان سرمایه گذاری کردیم، با سرمایه گذاری بزرگ، با کارخونه بزرگ بتونیم دیگه مردم افغانستان خودشون رو پای خودشون باشن، خودشون از به شما خودکفای خودشون باشن. دقیقاً. خیلی خوب، قربانتان، بخیر سلامت باشین. پیش میریم، شما همراه ما باشین. انجینر صاحب در باز بخشا شما با هموطنای ما معلومات بدین. ماشاءالله از لحاظ طبی هموطنای عزیز انجینر صاحب خیلی شوقی معلوم میشه. البته خوش ماشاءالله هر چقدر صحبت کنیم کم از بینندای عزیز، به خاطر اینکه گلکاری ماشاءالله دیگه هر چقدر صفت کنیم شاید کم باشه به نظر من. بیاین در مورد زی دکور هم صحبت داشته باشیم. چگونه دکوری است، در کدام شرایط باید این دکور داشته باشه؟ یک حال یا یک تعمیر به اصطلاح عام یا یک محل کسایی که زندگی میکنه در اصطلاح عام یادآور شویم، یک خانه باید چگونه دکور داشته باشه که حداقل نمایش زیبا معلوم شود؟ درسته. ما بابت دکور حرف اول تو صنعت ساختمان سازی، تو صنعت زیبایی با زیباسازی مثل حیات، مثل به قول خودتون رفگاردون، مثل تختبام، اینا همیشه نیاز داره به یه نیاز آدمیزاد، به انسان‌ها، به محیط زیست، به آلات گلگیا خیلی علاقه‌منده. یه محیطی که هستش که به آدمیزاد آرامش میده، زیبایی خاصی داره، بتونه راحت از کمش سخن و حرف با گلگیا بتونه برسونه. صنعت ما یه صنعت نوآوریه. از کمش محصولات گرانولایی، یه محصولاتی که هستش فقط تو کار از لحاظ خاک نانو، از لحاظ خاک پتاسیم، اینا همش در حال ساخت ساز با هر ساز بابت گلدون ها بس کن باشه. مشاهده می‌فرمایید گلدون هایی که ما اینجا که داریم، گلدون های از کم ضد آب، ضد یووی، ضد حرارت، خاک هیچ موقع نفوذ نمیکنه. با دوری که هستش داره می‌بینیم به سبکای ما هم بومی، هم سنتی، هم کلاسیک، هم مدرن ساختیم. آب نما داریم، اینایی که داریم هر کدومشون به سازه خودش هستش. ما باز هستیم در خدمت شما. بخیر باشین. انجینر صاحب اگر در کل یادآور شوین، بعضی از هموطنا و دوستای ما سرمایه گذارایی که ما میریم از کارخانه شرکت تولیدیشان که برنامه داشته می باشیم، چی واردی باشه چی تولیداتی باشه، پرسان میکنیم در مورد هزینه سرمایه گذاری خود اونها صحبت نمیکنه. شما به مقدار چقدر افغانی یا دلار سرمایه گذاری کردین؟ والا ما تو کشور افغانستان همین الان که ما در صحبتی که با شما داره انجام میدیم، ما از کام شما دور بره الان 120 نفر ما اشتغال زایی کردیم برای صنعت ساخت ساز در صنعت نوآوری ساخت. ما میلیاردها دلار میخوایم سرمایه گذاری کنیم به کشور افغانستان. دستگاهمون همه را امتیازش، سیستمش، زمینش فراهم کردیم. ما در آینده به شماها قول میدیم بتونیم صنعت نوآوری گرانول با صنعت‌های ساختمانی، به صنعت‌های چیزا هم در کشور افغانستان. من به شما مشاهده کردیم، بهتون گفتیم ما میخوایم این صنعت تو کشور افغانستان بابت سرمایه گذاری آماده هستیم، سرمایه گذاری هم کردیم، به میلیاردها دلار داره سرمایه گذاری میکنیم، سرمایه گذاری هم کردیم. میخوایم ان شاءالله با آبادانی کشور، با صنعت کشور بتونیم اقتصاد رو بچرخونیم با کمک. ان شاءالله. قربانتان، بخیر باشین. اما یک اصطلاح عام است هموطنای عزیز میگه تولید وطن افتخار وطن. بمانیم تا بسازیم. بیاین هموطنای عزیز، شما که سرمایه گذارا
هستین، در خارج از کشور زندگی میکنین، مثل انجینر صاحب شما هم بیاین در کشور زمینه مساعد است، سهولت ها هست. دولت حکومت امارات اسلامی هر وقت در هر برنامه در هر کنفرانس ها وعده میده که در اقتصاد با هموطنای ما، با سرمایه‌گذارا، کسایی که سرمایه‌گذاری میکنه در کشور، اینها سهولت‌های زیاد ایجاد کرده. انجینر صاحب امرای ما هموطنای عزیز بالا میریم در مورد حال شرکت حاجی صاحب هستیم. واقعیت هر چقدر توصیف داشته باشیم صفت کنیم کم است. هر طرف که ماشاءالله میبینیم گل و گلکاری و یک دکور خیلی زیبا و عالی. کامرامان تصویر ما را انشالله درست دارین. خیلی خوب، بخیر باشین. با امید که تصویر درست داشته باشیم. بیاین در مورد حال شرکتتان صحبت داشته باشیم، در مورد زی دکور امرای ما صحبت کنین. حتما از چوب گرانول استفاده شده و چی نوع استفاده شده، چقدر راحت انسان میتونه قدم زده بتانه. بله، این محصولات گروه مهندسی پیشسازان به نام محصولات گرانول که دارن، این صنعت یه صنعتیه که گفتم به شما. بله. تو حرفای قبلی من گفتم این صنعت یه صنعتی هستش که به قول خودمون ما عرض کنم به شما صنعتیه که عالی، صنعتیه که زیبایی داره، صنعتی که خیلی خوب، راحت هم هستش. راحت هم هستش دیگه. نمیخواین به قولش خود شما خشت آجرکاری دیگه نمیخواد. یه ساست کشی داره. این ساست کشی ما تو عرض 1 ساعت 2 ساعت مونتاژ میشه. طب مونتاژ پشتش شما میگیم مد، ما میگیم خاک. این خاک ریخته میشه. گلگیاتون بکارین، گلگیاتون سازگار با این محصولات گرانول داره. محصولات گرانول یه محصولاتی که هستش که از کام یوبی نداره. ضد به قول خودتون خاک آلوده نمیکنه. خاک یه صنعتش خیلی خوب نگه میداره. رطوبت هم نگه میداره. رطوبت خاک ما میگیم، شما مد میگین، خاک مدتون از بین نمیبره. نم همیشه نگه میداره. گلگیای خیلی خوب، خیلی هم رشد. الان مشاهده میفرمایید این گلگیایی که ما اینجا را دکور کردیم. این ساختمونمون هم دور بره 80 سال قدمت داره. گلگیاش ما دور بره 20 ما 2 ماه کاشتیم. این گلگیامون هم الان ببینید رو الحمدلله خوبم رشد کرده. خاک مناسب ریختیم. با بقول خودتون با محصولات گرانول هم دیگه دیزاینش کردیم. یه چیز عالی در اومده. بله دقیقاً خیلی عالی است، خیلی زیباست. یک چیزی که توجه مرا برای خود جلب کرد، هموطنان عزیز باید در مورد ابس هم همراه شما صحبت داشته باشیم و یک شاور هم است که در حال است در آویلی است، در داخل آویلی می شرکت یا در می ساختمان است. انجینر صاحب ماشاءالله باش هموطنان عزیز، من می عینکای خودبانم که افته است، باز خدای نخواسته مزاحمت نشه. شما بیان انجینر صاحب تشریف بیارین امرای ما پیش ما باشین. چقدر یک آبز خیلی عالی و زیبا و خورترک در مورد زیاوز هم صحبت داشته باشیم. سلامت بشین. این ماهایی که میگیم این استخته، یه استخت از کامشون 2 در 3. این استخته که برای کسانی که تخبام دارن، کسانی که ربگاردون دارن، کسانی که حیات دارن، دور این استخت بذارن کاور کنن. آبم از کام به شما دور بره هیچ نگه نداره. 1 سال 2 ماه 3 ماه 4 ماه نگه میداره. از کام به شما بقول خودمون از کام به شما ما میگیم دوش، شما میگین شاور، میگین نمیدونم چی میگین. این دوشم بغلشه. این هم از کامش هم از لذت ببرین، هم از خوشگلیش، هم از لحاظ تنوع کار، هم از لحاظ آبم نگه میداره. هیچ موقع نمی آب، رطوبت آب نفوذ نمیکنه به بغلای دیوار. یه چیزی که هستش واقعا هم عالیه. مشاهده میفرمایید بغلش آب و آبنما و هر چیزی که میخواین میتونین درست کنین. هر چیزی که میخواین زیبایی خاص خودش داره. دقیقاً قربانتان. پیش میریم انجینر صاحب، شما بیاین همراه ما باشین. چقدر دکور زیبا و عالی هموطنای عزیز. گل‌هایی که شما در تصاویر مشاهده میکنین، گلگیا خیلی یک دکور زیبا و عالی. واقعیت انجینر صاحب تکلیف میکشه، زحمات میکشه به خاطر وطن، به خاطر کشور. اینها همیشه از گپایشان معلوم میشه که یک شخص وطن دوستی از بیننده عزیز. شاور شما میبینین ان شاءالله اگه اعلام بکنیم آب از پیشش میاد. ما اینا رو عرض کنم به شما، ما اینا رو به نام نمایش گذاشتیم. به مردم نشون بدیم همچین چیزای دوش. شما شاور میگین چی میگین، همچین کارهای تو محیط باز داخل خونه، داخل باز میتونیم از این کارا استفاده کنیم. چون حالت نمایش داریم دور استخر، به خاطر این زیبایی خاصش رو به مردم عنوان کنیم. همچین کارهایی هم میشه انجام داد. دقیقاً. بله خیلی خوب. انجینر صاحب شما حتما در بخش ساختمان سازی زیاد مصروف هستید. فعلا در افغانستان تقاضای مشتری، تقاضای بازار از پیشتان چگونه است؟ هموطنای ما
پیشتان میآید، تقاضا میکنه، عرضه داره نداره، بازار مشتری دارین ندارین؟ الحمدلله خدا رو شکر کارمون رو 3 ماه شروع کردیم، بازار خوبی داریم الان الحمدلله. تو کابل در بازاریابی کردیم، سیستمم درست کردیم الحمدلله. اکیبای 100 نفر 80 نفر یا 70 نفرمون در فعالیت کار داره، داره کار میکنه، انجام داره میده. ساختمون سازیمون هم الحمدلله شروع شده. گروه مهندس پیش سازان تنها تو کار ساختمونیه، از کم دکوراسیون ساختمونی منزلی نیست، تو کار نوآوری ساختمون، تو کار به قول خودتون انجینری، با دیزاین خوب، با کارهای خوب، با اسکان بشه متریال مثل اروپایی در خدمت مردم افغانستان. این صنعت ها ما آوردیم تو کشور افغانستان، از علم تجربه خودمون بتونیم برای مهندسا، برای انجینرها، برای دوستان عزیز، برای مردم افغانستان بدیم خدمات خوب با سیستم خوب به مردم عرضه کنیم. دقیقاً. خیلی خوب انجینر صاحب، قسمی که شما در آغاز برنامه برای ما یادآور شدین که تقریبا بعد از 47 سال به افغانستان برگشتین، آمدین بر خاک خود، آمدین خواستین که با گفته خودتان میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه گذاری بکنین. ما و شما سرمایه گذارای زیادی داریم، کشور خارج از کشور هستن، بیرون از افغانستان است، در ضمن زی که در کشور زمینه مساعد است، در زمینه همه امکانات در کشور برای زیان مهیا شده. دولت سرپرست ما همه می واده را بارها برای زیان میتا پیشنهاد میکنن که بیاین در وطن خود سرمایه گذاری بکنین، در وطن خود کار بکنین، دست به یکی دیگر بتیم کار بکنیم تا که ترکیه و ایران و پاکستان و کجا را میسازیم بیاین کشور خود بسازیم. ولی اکثریتشان دل خوب نمیکنه که به کشور برگردن. پیامتان بازم برشان چی است؟ چی تقاضا است پیشان دارن؟ من هست یک سرمایه‌گذار افغان، من از مردم شهروند افغانستانی که تو کشورهای مثل ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی هستن ازشون خواهش میکنم من 48 سال تو کشور ایران بودم، سرمایه گذاری کردم، با کارخونه‌ای داشتم، از کارخونه مواد غذایی گرفته تا کارخونه مهندسی انجینری، همه چی که داشتیم، همه چیز ما اینا رو همه رو آوردیم انتقال دادیم برای کشور افغانستان. از شما خواهش میکنم سرمایه گذاری افغانستانی، کشور افغانستان یک کشوری واقعا از لحاظ امنیت، از لحاظ اعتباری، از لحاظ مردمی، از لحاظ اقتصادی دولت دروازش به سمت اقتصاد بازه. من از شما خواهش میکنم دوستان عزیز بیاین سرمایه گذاری کنین، دست به هم بدیم، کشور خودمون رو آباد کنیم، بتونیم کشور خودمون همیشه آبادانی خوب داشته باشه، رو پای خودمون وایسیم، بتونیم از صنعت تا تولید تا مصرف عرضه کننده برای کل دنیا باشیم، بتونیم خودمون اقتصاد بچرخونیم. الحمدلله سرپرست امارات الحمدلله از همه امکاناتی که شماها میخواین بهتون فراهم میکنه. دروازه اقتصاد بازه، همیشه هم باز بود و بهتر از این بهتر شده، بازتر هم شده. انشالله بیاین کمک کنین، بیاین کشور خودمون رو بسازیم انشالله. یک سوال من حیث سوال آخر انجینر صاحب، هر چقدر در مورد شما، در مورد کارکرد شما ما صحبت داشته باشیم شاید کم باشه. انشالله اگر خواست خدا بود و زندگی همراه ما شما بی‌وفایی نکرد، یک روز بخیر برسه که همه اجناستان مکمل شرکتتان از کشور ایران به افغانستان انتقال شود و یک روز باشه که کارتان، فعالیتتان ادامه داشته باشه، کارخانه تان فعال باشه، هموطنای مامورایتان مصروف باشه، ما بیایم از کارگاهتان، از شرکت تولیدیتان یک برنامه متفاوت ویژه همدیگه داشته باشیم. شخصا امرای خودتان در بخش سرمایه گذاری حکومت سرپرست چی وعده های کرده؟ الحمدلله ما تا امروزی که رفتیم الحمدلله به ارگانهای دولتی، به سیستم‌های دولتی، هر جا که به قول خودمون یا به قول خودشون از کامش مراجعه کردیم، دروازه اقتصاد باز بوده، همیشه حمایتمون کردن. پیش بزرگا رفتیم، همیشه به ما حمایت کردن و همیشه هم به ما حمایت خوبی داشتن. ازش ما راضی هستیم که اصلا به پشت تیربونم من صحبت نمی‌کنم، مفصل الانم دوستان عزیز کسانی که مصاحبه می‌کنن، سیستمم که میبینن، من با لباس آستین کوته ایرانی پوشیدم، با ریشمون هم زدیم، الحمدلله کسی به ایمون نه به احترامی کردن نه به کسی. بیا این کشور با همدیگه همیشه همینجا هر جا بودیم باید آباد کنیم. الحمدلله خوب بوده، ما راضی هستیم و راضی هم همیشه بودیم و همیشه راضی هستیم. قربانتون. انجینر صاحب اگر بعضی ها از هموطنای ما بخواد به شرکتتان بیاید، از شرکتتان بازدید داشته باشه، میشه ادرس مشخص تان همراه هموطنا، همراه شهروندای ما شریک بسازین؟ از کام به شما دفتر ما، شرکت ما، کل مهندسی ما، از کام به شما چهارراهی حاجی یعقوب، از کام به شما
بعد از کوچه اتصالات کوچه سوم میشه. خیابونی هم از کام بشن به نام پیشسازان. ما در خدمت مردم افغانستان هستیم. از لحاظ هر امکانات، از هر سیستمی که میخوایم ما در خدمت مردم افغانستان با مردم شریف افغانستان همیشه کنارشون هستیم. ما قربانتان بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر، ممنونتان، جهان سپاس. هموطنای عزیز از شما همچنان تشکر، از آن هموطنای ما که همیشه وقت حمایت میکنن، در برنامه کامنت میتن. کامنت های شما است که بر ما انرژی میده، انرژی مثبت میده که ما برنامه های بیشتر و بیشتر برای شما ارائه داشته باشیم، در خدمت شما خوبان باشیم. این بود برنامه امروزی ما که از نخستین شرکت تولیدی و ساختمانی گرانول براتون تقدیم کردیم. هموطنان عزیز در مورد گرانول هم صحبت های انجینر صاحب شنیدین. اگر در کجا شما هم میخواین در آینده برنامه های از بزرگترین شرکت های تولیدی افغانستان داشته باشیم، برای ما کامنت بانین، در برنامه نظریاتتان شریک کنین. ان شاء الله به هر برنامه به هر کامنت هایتان رسیدگی میشه. تا برنامه بعد بدرود.